حرفهای تازه رویا دوست برای علاقمندانش بعد از شفایاب شدنش. رویا دوست به چی دلیل در شفاخانه بستری بود؟ پیام جالب و دور از تصور تبریکی سال روز تولد اسیب از زبان رویا دوست و واکنش عجیب آریانا سعید برای گفته های جدید رویا دوست. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جدید کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. رویا دوست هنرمند موفق با استعداد جوان چهره‌ای شناخته شده که بیشتر از 10 سال می شود کارهای هنری مختلف برای سینمای افغانستان و هنر موسیقی افغانستان اجرا کرده است. رویا دوست ایراتی می باشد بزرگ شده کشور جرمنی. رویا دوست در رشته هنرهای زیبا از مشهورترین دانشگاه آلمان فارغ شده است. رویا دوست فیلم‌های مختلف در سینمای افغانستان هم ثبت کرده است که شهرت خاص خودش را تا کنون داشته است. ولی رویا دوست بعد از آن که با آریانا سعید دوست شد و با اسیب رابطه خوبی داشت، آهنگ‌های ثبت کرد و در آن زمان مورد حمایت و تشویق خاص آریانا سعید هم قرار می‌گرفت. اما بعد از آن که آوازه‌های در صفحات مجازی درس کرد که رویا دوست نامزد اسیب می باشد، رابطه هنری رویا دوست با آریانا سعید از هم پاشید و تازه ترین حرفهای رویا دوست که در صفحات مجازی درس کرده است که به خاطر زهر دادن است طرف یکی از علاقمندان آریانا سعید وی برای مدت 1 ماه در شفاخانه در آلمان بستری بوده است. اما رویا دوست سال روز تولد اسیب دوست و رفیق هنریش را از صمیم قلب تبریک گفته است. وی برایش آرزوی صحتمندی و طول عمر کرده است. من هم آرزوی موفقیت، سعادت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. همراهان و طرفداران دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران رویا دوست و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضویت کانال دنیا اینفو را ندارید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی آرزوی همیشگی من است برای هر یک از شما نازنینان. تا درودی دیگر، بدرود.